شغلارن حکایت دی ای در بابا لایک کن سابسکرایب کن دی. چطور این بچه ها؟ من وجون هستم و خوش اومدید به سری بازی ترش هارر کالکشن. So here we go. Mark 2 Origin takes place before the first game in the series, explaining the origin of the Maud curse. It is a game with a focus on narrative and psychological horror. میگه که منشه طلسم کپک مال میشه کپک اگه اشتباه نکنم طلسم کپک زدگیه و let's fucking go, okay? 1965. I'm sorry love, I did this for both of us. اوکی چه صحنه عجیبیه. Oh shit من اینو داخل ویدیو علیرکسا دیده بودم. این طلسم رو دیده بودم من. خودکشی کرد با زنش خودکشی کرد نامسته. Maud 2 Origin 10 years later. من میدونم قراره یه گندی به بالا بیاره این. چه موزیکی داره گیم خودمونمون. آجی گرفتی چی شد؟ اینجا همون جایی که اون دوتا قبلا خودکشی کردن. شیت اسکی میتونم آره اینو میتونم بردارم. چطور باید بوش بکنم؟ باید بگردم کجا؟ اینجا چی پیدا میکنیم؟ What have we got bro? Let me see. Shit just rubbish. I keep looking. Okay dude I keep looking. اینجا یه چیزی هست. اینجا یه چیزی هست من مطمئنم. کجایی پسر؟ اینجا بود. اینجا بود. کجاست؟ آها چی گرفتیم؟ This amazing. Maybe I can restore it. Rusty revolver. اوکی اینجا بعید میدونم دیگه چیزی باشه. هرچی هست اونور. آجی به خدا من برم یه هیولای چیزی بپره من ببین. گیمو میبندم میرم. آجی تکسچرش معلومه جدا. میبینی تکسچرش جدا. الان میرم اینجا میزنه. یه فوق‌العاده است اصلا. باکس ببینم چی توشه. این همون امیولت هست. داشتم میگفتم مالده. Incredible. This amulet looks very old, made of solid gold. شعر میگه very old, made of solid gold. اوکی ولی ببین من میدونم عامل کل بگاهی ما این. من که میدونم. Time to go. That's enough for today. آجی انگلیسی میبینی چرا خوبه؟ بگید خوبه تو رو خدا بگید انگلیسیم خوبه. خب کجا میبرم اینا رو؟ میبرم میذارم خونم. بریم دیگه بریم. ببینیم کجا میریم. رسیدم خونه. اوکی. بذار ببینم. آجی چه خانوم با کیفیتی. زنمه دیگه. خونه منه. اینم که زنه. You came in blind darling. Did you find anything interesting? I found a rusty revolver, a can of fish, and this. Looks like an amulet. Maybe it's valuable. میگه که زنه تازه گفتش که چیزی پیدا کردی که به نظر جالب بیاد. الان ما هم گفتیم که یه ریولور یه کلت 7 تیر قدیمی پیدا کردم با یه دونه تن ماهی خیلی قدیمیه با یه دونه امیولت که همینیه که الان دستشه. It seems to be made of gold. It's very beautiful. I'm going down to the basement. I need to restore this revolver and see if this amulet is worth anything. Okay, honey. Don't go spending the night in this basement again. I don't want to sleep alone. دیگه بعید بدونم منم بخوام با این نامو تنها بخوام. میدونی چی میگم؟ کسافت. Oh shit. یعنی بیسمنت همین برای دیگه. فکر کنم آره اینجا بذارم. This must be rotten. It's going straight to the trash. Okay. This one goes straight to the clean-up table. Okay. Restore revolver 2 hours later. revolver من تامین شد. It was perfect. Goes to the weapon wall. فهمیدیم دیگه. نیازی نیست ترجمه کنم 3 ساعت. ریاکشن
متناسب یافت نشد. دارم سرچ میکنم ولی ریاکشن متناسب با جمله که شنیدم و نت پیدا نمیکنم. Mary like the animals. I'll give it to her. وای حاج ببین من مطمئنم این عامل بگاهی ما. ببین من مطمئنم. حالا ما میریم اینو میدیم. حالا مری جان مبارکت باشه. میریم دیگه چیکار کنم؟ مری خانم جانم. اینجایی شیطون بلا بیا واسه اونا واسه اینا نه واسه تو یه دونه هدیه دارم. I just had dinner dear. I left your plate on the table. Thank you my love. This amulet is a gift for you to bring your life. Oh my god حاجی ببین لاسو زد و امشب به راه بچه. I love you dear. Thank you. I'm going to sleep now. Eat the food. Now eat. The food is getting cold. Okay dear. After dinner I'm going to sleep too. کجا میری مری؟ من غذامو زود تمام کردم به خاطر تو ظرفمو نباید بزنم یه نظر چک کن. نه میسی مری دارم میام. مری آجی من دوست دارم چراغ روشن بخواب. بیا مری جان صبح بخیر. دیر خرگوش ساله میگم 10 روزه نخوابیدم. اوکی What is this place؟ آجی اینجا کجاه؟ خونمونه؟ من بعید بدونم اینجا خونمون باشه. میریم انشالله. صدا داره میاد آجی صدا داره میاد. منم ریدم تو خدا. ببین گیمش ترسناک نیست گیمش یعنی داره سعی میکنه ترسناک باشه ولی ترسناک نیست. وای این قرار نبود ترسناک باشه. آجی من جدی پریدم. نه من آدم ترسونی. What the fuck is that؟ آجی دقیقا جمله من رو گفت. I'm going crazy. Mary honey where are you؟ تو توالت قایم نشده. I think توالت نبودیم یارو بود. Mary honey where are you darling where are you؟ آجی ببین به خدا رفته تو زیر زمین. من مطمئنم رفته تو زیر زمین. نگاه بیا جلو کپک وایساده. مطمئن بودم Good morning my love. Is everything okay dear؟ Oh yes I'm feeling great. What are you doing down here? The wall is moldy. We need to clean it or the wood will rot. میگه که دیوار کپک زده ما باید تمیزش کنیم یا اینکه کل دیوار بفوسه. You can leave it to me dear. I can't stop. مردیم دیگه وظایف مردانه و بده زنم به خدا ببین همین ما رو میکشه. بهت قول میدم. اوکی الان باید چیکار کنیم؟ مرگ میاد کل روزش مریم ماشاءالله کم نداره. مری جان از تو دیوار رد میشه. Okay. We're during the day to fucking night. I'm so sleepy. What the fuck did I do? Oh my god. حاجی ظرف غذام از دیشب هست. احتمالا الان باید بریم بخوابیم دیگه. حالا نمیدونم شاید آره. I'm tired. I'm going to bed. We are going to bed. Hello Mary. آجی ببین خیلی فریکیه. یه مثلا صبح بیدار شو ببینی زرد نیست بهش بری داخل انباری ببینی نشسته داره به دیوار زل میزنه. ببین داستانش باحاله. گیم واقعا ترشه. خب باز همونجا و همون رویا. امیدوارم دیگه اون یارو نپره ندوه تو صورتمون. واقعا دوست دارم اونجوری باشه. البته رویا که نیست این کابوس همانا. بپر و پر نمیتونم بکنم. نه اوکی بودو وای باز اون آهنگ. این آهنگ میاد یعنی قراره بگه حاجی اینا کیان؟ حاجی ماییم. همشون کپک زدن. چرا شبیه ما نه؟ مری دیر؟ مری اینجا. مری what the fuck؟ مری Oh my god مری اتفاق خاصی نرفته من دارم آجی فهمیدی چی شد؟ یه لحظه what the fuck is happening to me? This amulet I need to throw it away. That's right. That's absolutely right bro. You need to throw it away. Damn man. It's consuming the whole house. راستم میگه بعد وقت کل خونه داره کپک میزنه. اینجاه First amulet I will get rid of you. معلومه آشغالی داریم ما. آشغالی فکر کنم باید بنزم تو بیسمنت. خب اسکل بیسمنت بندازی که اون باز میره بر میداره که بنداز تو جنگل نذار باشه. این خارجی هم عقل ندارن و تو فیلم ترسناکاشون هم همینن آجی. جدی یارو مثلا میبینه که خونه قیمتش هستش مثلا قیمت عادی خونه اونور مثلا $10,000 مثلا $20,000. یارو میبینه خونه هستش مثلا $500. تازه
اجاره هم نه، میخره بعدش میونه مثلا ساعت 3 شب بچهش داره بندری میزنه داخل اونجا. Just throw it away. I hope it stays in the trash. Stays بخشید گفتم save دیگه. توپق زدن عادیه دیگه، اشکال نگیریم. Okay Mary, we are all free now. بابا این ظرفا رو جمع. مرد ایرانی نباشی همینا. الان مرد ایرانی بود اینا رو میشست، خودش خونه رو تمیز میکرد دیگه. خارجی و سوسور ای بابا. مری هنوز اینجایی؟ Mary is gone. Mary, where are you? Good morning my love. وای دقت نکردم حاجی، امیربته رو گردنشه. من اینو انداخته بودم. مری نو. حاجی مری نابود شد. مری گیه حاجی. مری this amulet it's beautiful. I love it honey. I'm feeling so alive. وای حاجی تموم شد. ببین این دکمه، خب این دکمه رو بزنی بگایی دکمه خورده دیگه نمیشه کاری کرد. You don't look so good my love. This amulet has some curse. آره خرشون. You don't look so good. از همون اول که گرفتی نباید میدادیش بهش. اون تاش ما یولت. حاجی به خدا ببین ایران بود یه دونه چک میزد زیر گوش. I'm calling father Kelman. We need help. 100% we need help. نه میخوای با این عجوزه‌ای که به این کپک زل زده مثلا خودت مشکلتو حل کنی. I need to call the priest. Mary's not well. تلفن رو بر نمیداری؟ Father Kelman's office. How can I help you? Hello, Father. This is Stan. I really need your help. Hi, Stan. How are you? Is Mary okay? I'm fine, but Mary, she's weird. Strange? Can you explain better? حاجی من به خدا میمیرم سر این ویدیو. I found a bird amulet and gave it to her. After that, I have strange dreams and she's acting different. An amulet? Interesting. Tomorrow morning I will come to your house. نمیشه حالا الان بیای وضعیتم خیلی بده و فردا دیگه زنده نمیمونم. Hey, thank you for. I hope for you tomorrow. اوکی آجی من که میدونم امشب میمیرم. ببین من میدونم امشب میمیرم. اوکی خیلی به این ساند افکت داداش سازندمون 60 games علاقه داشته. What is happening? Mary's sleeping. آجی اسلیپ دیگه چیکار؟ الان دوباره همون خبر رو میبینم. عالی هستم وضعیت عالی. آجی زن نبرید آقا زن نبرید. حالا درسته ما امیولوتر رو دادیم ولی زن نبرید. Mary what the fuck? Mary hello. Mary where are you? My love, Mary, honey. Oh shit, that fucking amulet must be cursed. آجی تو انباریمون شاتگان بود. من میرم انباری شاتگان بردارم. ببین من دیگه نمیدم. I get a gun from the basement if that creature shows up. بابا شاتگانه رو بگیر خب. کوشی کجایی؟ دی آخه کسافت. بیا اینجا ببین. خدای شوتینگ اینجاست. خب. بابا کن. What are you doing dear? به خدا طبقه بالا ببین این دفعه زدمش. Mary dear. What? فهمیدی چی شد؟ This place again? I'm going to kill this cursed creature. Yes, of course. Come here, buddy. I'm gonna kill you. اسمم چی بود؟ اسم بود فکر کنم. Stan is here. آجی اون ته دارم یه چیزایی میبینم. امیدوارم همونجا باشه. آره صدا اومد. Oh yeah. Ladies and gentlemen, we got it. صدای کیشو شده. Hello, Stan. I've been waiting for you. Waiting for me? Who the hell are you? I am a woman who was killed unjustly. I am suffering. What do you want from me? Leave my wife alone. سرمو تنها بذار. کثافت. You have my amulet. Everyone who has it will rot with mildew. چیه آقا؟ یه اصلا تلفظشو درست گفتم. یه لحظه آقای یه لحظه صبر کن. Mildew. Please let us go. I didn't do anything bad to you. Release me, Stan. Shoot, end it. Okay.
No مری no مری و دلم برات اینجا اینا تنگ میشه مری no مری حاجی هنوزم گرم قابل استفاده کار کنم خب من الان oh no مری I loved her so much الان چی میشه؟ ادامهش چی میشه؟ بابا باز این ساند افکت حاجی قبر اومده اون پایین No Mary No Oh shit I'm so sorry my love I couldn't save you Oh my god حاجی خیلی غم انگیز تموم شد مریه خیلی خوشگل بود حیف شد الان چی میشه فادره نمیاد مثلا یو بگه زنه چی شد 2 days later اوکی آجی خودم هم کپک زدم shit it's consuming me I'm rotting Oh no آجی من What من چیکار کردم What the fuck زنم خوب سریع شد هنوزم قابل استفاده بود بیدار Oh shit حاجی کل خونه رو کپک گرفته احتمالا باید من تقل بالا دیگه چیکار کنم حاجی 2 روز گذشته اینجوری شده نگاه کن کل خونه رو کپک گرفته حاجی میگن چیزای عجیب غریب دیدین رو زمین ور ندارین و اینایی که میرن مثلا دنبال گنج و اینجور چیزا با جونشون بازی میکنن قشنگ ممکنه مثلا یه چی داشته باشه میگن فادره اومد نه ببین گفتم بهت فادره میادا My God Stan What happened to you Christ help me Jamal is slowly killing me That amulet I recognized یه لحظه recognize چی میشه Recognize I recognize him Oh it's cursed Oh my god I can't get rid of it I've tried What is this curse 10 years ago a woman was brutally murdered by her husband داشلی فقط تو عشقی خوشگل چشم مشکی داشلی یه دونه باشه کتونی یه دونه باشه Thanks for the help Priest Oh shit Priest رو کشتم No حاجی دیوانه شدم من حاجی واو Oh shit ما خوک داشتیم فهمیدی چی شد؟ حاجی فکر کنم میخواد خونه رو آتیش بزنه فکر کنم میخواد این کارو کنه آیا حاجی موزیکش ببین خیلی خوبه موزیکش واقعا دوست دارم ساعتا میتونم گوشه جان بسپارم به این موزیک حاجی قبر زنمه Honey Mary I love you so much A week later Okay حاجی دستم دیگه کلن سیاه شده I finally got rid of this curse I'm sorry man حاجی خوب شدم فهمیدی؟ الان فکر کنم باید برم بخوابم دیگه نه؟ Sleep امیدوارم دیگه اون رویای چرت و پرت رو نبینم fuck حاجی این دفعه روشنه و شم نداده بهمون اکچولی و اون تا هم دارم یکیشو میبینم اوکی وسط ویدیو خانواده یه لحظه کارم داشتن دوستان شرمنده تمام دارم یکیشو میبینم کپکه آجی کپکه به خدا اون کپکه اون همش کپکه تغییر رنگ داد محبته آجی حس میکنم راه رو این چیزی نمیدونم سیوینگ Shit I can't let that thing see me آجی منو چیکار کنم همینجوری باید برم چه بدم نه چه فیرکی بازیش 616 گیم اینقدر ترسناک نبود مالت شدم یه کمی
Let's get out, buddy. Oh, fuck. Two and three. Let's go. 1, 2, and fucking 3. Let's go. 1. Oh, fuck that shit. I'm gone. Switch. What is happening? چی شد؟ برقشو قطع کردم. حاجی الان فکر کنم بتونم بکشمش یا کشتمش، نمیدونم. What the fuck? What the fuck was that? No, I got rid of that string. Yes, of course. آره ما هم که اسکلیم و اصلا نمیدونیم تو گیم هستیم و چه اتفاقی میفته. I need to fresh air. I'm going to hunt some releases now. Okay. Drive. Okay. Bring my stuff. Yes. Give me my stuff, bro. I put her in the find another cursed amulet. اینجا خیلی گیمش طولانیه و نباید طولانی باشه. صدا تیر اومد. Shit, someone must be hunting nearby. I don't shoot. میشه بذاری بریم از اینجا؟ اوکی نه. نمیشه بذاری بریم از اینجا. از اینجا هم که نمیشه رد شد. اینجا هم که نمیشه رفت. و این وشی. اینجا هم نه. نه 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 نه. این پشت مشتا هم که نه. کجای پس؟ I got shoot. آجی تازه از شر امیونت خلاص شده بودن. No way dude. کی به من تیر زد؟ این کیه نمیدونم. Please don't kill me. I don't even know you. You can't escape mold. نمیدونم بدش کن. Oh fuck. حاجی این I fucking know man. I like this game. بعضی از پارتاش خوب بود. مثلا اونجایی که بعد مثلا ببین تکراری میشد یه جاهایی که هی باید میرفتی زیر زمین برمیگشتی طبقه بالا میخوابیدی، ولی اوکی بود. گیم خوبی بود، موزیکاش هم فوق العاده بود و I hope you enjoy. See you guys. Bye.